نفقه زن در ذمه مرد. مردی به ناموس و به ایمان پدرش، دادرش، خواهرش و اکش، شوهرش واجبات ایمانشون دقل نشود، مرده باید مدینشون خواهد. بما انفقوا من اموالهم، ای مولات و نفقت ایارشون این خواهد. چخیل مدینه در شما ناموس نامه بردارید و کار کنید. فالصالحات، اما زنای پاک دامن کرد. زنای پاک دامن کرد. مرده که فهمون که بوده. زنی پاک دامن کرد. قانیتا دعا میکنه در اخشور. میشنه دعا میکنه در اخشور. میشنه دعا میکنه در اخوتا و اخوات برش. حافظات للغیب، اگر شو داشتگی باشه در نبودگی شوهرش خانه شوهرش نگاه میکنه. دامنش نگاه میکنه که دیگر مردای بیگانه رو ره نمیده دامنش. حفظ میکنه. بما حفظ الله، اگر این کار که کنه خدا